الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار عزتمند، امروز هم که باشد در بیان فضیلت روز عرفه با علم ناکافی خود به سمع شما میرسانم. شاید یک برادر یک خواهری که گوش میکنه به خود برداشته میکنه انشاءالله، تا که از فضیلت و برکات این روز محروم نباشید. الله متعال این نعمت بزرگ بر ما و شما داده است تا که از فضیلت و برکت این روزها بهره مند شویم، تا که ثواب زیادی را به دست بیاریم. اصحاب کرام نظر به دنیا به آخرت میل داشتند. به آخرت چیکار میکردند؟ تیاری میدیدند. همچنان که در آیت‌های قرآن الله متعال برنامه‌های اونها را به ما و شما حکایت میکنه که اونها نسبت به دنیا به آخرت بسیار چیکار میکردند؟ کوشش میکردند. و امروز هم که الله متعال من و شما را توفیق هم که داده است اندک هم که می غنیمت بدونیم، فردا که انشاءالله روز عرفه است. پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه که هر کسی روز عرفه و به اخلاص، به ایمان، به مخلصانه روزه میداره، خداوند متعال یک ساله گناه گذشته و آیندهش رو میبخشه، یعنی گناه های صغیره رو. به همین خاطر عزیزان دل، باز خداوند متعال ثواب 2 ساله روزه را در نامه اعمال هم بنده نوشته میگردونه. هر کسی که این یک روز همین روز عرفه رو روزه میداره، خداوند ثواب 2 ساله رو در نامه اعمال او بنده چیکار میکنه؟ نوشته میگردونه. به این خاطر کوشش کنه که از این روز پرفیض پربرکت، از این روزی که الله متعال به من و شما ارزانی گردانیده است، شاید که بر روزهای دیگر، بر یعنی روز عرفه دیگر، بر رمضان دیگر، بر دیگر این روزهای پرفیض پربرکت من و شما نرسیم. کوشش کنید که این روز غنیمت بدونید. هم خودتان این روزه بگیرید. فردا که انشاءالله روز عرفه هست، این روزه چیکار کنید؟ خودتان روزه بگیرید و اهل خاندان هم چیکار کنید؟ به خواهران، تا که از ثواب این روز محروم نمانند. و دیگر فضیلت این روز عرفه که الله متعال بعضی ها را به خانه خدا نصیب کرده است، الکی فردا عرفه میرن. الله متعال من شما را نصیب کنه که اون عرفه بریم. یکی از رکنهای فرض و حج است. یک یهودی نزد حضرت عمر رضی الله عنه گفت که چرا این روزی که الله متعال میگه من در این روز من قرآن شما را کامل کردم، دین شما را کامل کردم، این روز جشن نمیگیره؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفت که این روز خودش به ما عید است. گفت چگونه؟ گفت نمیدونه که این در روز عرفه بود. میگه در حالی که پیغمبر در عرفه بود، یعنی روز عرفه خودش روز عید است. رحمت الله متعال که در این روز ایقا پاداش زیاد به ما و شما وعده کرده است که 2 ساله روزه نافله را در نامه اعمال من شما نوشته میگرداند، به سببی که این یک روز روزه میگیریم. به این خاطر چگونه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و نظر به دنیا به آخرت بسیار میل داشتن، باید ما و شما هم مثل اونها باشیم. بسیار میل محبت به آخرت باشه، بسیار شفقت به آخرت باشه از دنیا کرده. اونها نظر به دنیا به آخرت میل داشتن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اونها میدونستن که در این دنیا ابدی نیست. امروز ما غم زن و فرزند میخوریم، غم برادر دیگر همه چیز میخوریم، لکن غم ایمان و غم توحید و غم اسلام ما نمیخوریم، پروایی نداریم. خیال میکنیم که یک چیزی زیادتی است، لکن ما خطای سخت میکنیم. باید یگانه چیزی که مسلمان با او عزت او را بدونه، قدر او را بدونه، او را به خود یک درس مهم بدونه، این دین مبین اسلام است، ایمانش است، توحیدش که باید او را چیکار کنه؟ باید که قدر او را بدونه. به این خاطر تو که قدر ایمان تا میدونی، که قدر اسلام تا میدونی، به قدر اسلام میرسی. وقتی که این روزای نعمت اینها را چیکار کنی؟
به قدرشون برسی. وقتی دین الله به قدرش رسیدی، محبت کردی، او را چکو کردی، روزه داشتی و بعد زن و فرزندکوی خود امر کردی که روزه بگیرن، یا مادر به دختر بچکوی خودش گفت روزه که بگیرن، الله متعال با برکت اون روزی که شما روزه گرفته، در برابری که 2 ساله ثواب روزه را در نامه اعمال شما نوشته کنه، بازم خداوند در اون خاندان شما برکت، نعمت، خوبی و خرسندی را زیاد میگردونه. به خاطر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خودش این توفه و این هدیه را به ما شما بیان میکنه که در یک روز عرفه روزه گرفتن خداوند ثواب 2 ساله روزه نافله را بر ما و شما نصیب میگردن. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در بر قرآن است، به خاطر که الله متعال چی زیبا میگوید، استعیذ بالله، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما عرضه میکند حتی دین ایمان، او را به زندگی خود بگیری و از چیزی که نهی تو میکنه میگوید نکنی، از اون باز استی میگه الله متعال. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را چی داده است؟ ما را امر میکنه که این روز پاداش را فراموش نکنی، از این روز از پاداش محروم نشی. برای خاطر کوشش کنی عزیزان دل که این روز چکو کنی، شب زنده داری کنی، بگیم فردا کشید چکو کنی اون روزه بداره، تا که از اون ثوابی که الله متعال من و شما را وعده کرده است رسول الله صلی الله علیه و سلم با نصیب گردد. و عید اضحی که انجام شود، هر کسی که توان دارد، یعنی که صاحب زکات است، اونم باید که قربانی کند. وقتی قربانی را چکو کنید، به انسان هایی که در دهه های دوردست هستند، ای شهر دور هستند، مسجد جمعه ندارن، جای نماز عید ندارن، بر می آیند، اونها در حالی که میخواهند قربانی کنند، الکی اونها میتونن که از سحر همو قربانیش نکنن، بعدا به نمازخانه بیان، به خاطر که اونها از راههای دور میان. لیکن انسان هایی که در شهر زندگی میکنن، نماز عید در پیششون قریب است، اونها نمیتونن، اونها بعد نماز عید انجام که دادن، بعدا رفته قربانی خدا میکنن. قربانی کنید و با یار و دوستان خود تقسیم کنید و از در یار دوستان خود چکو کنید، داخل شوید، از طعامهای اونها تیار میکنند تناول کنید، در حق دعا کنید، شادی کنید که خداوند متعال به این روز به اضحی من شما را رسون. افسوس که امروز اکثر مسلمان ها در ایدای دنیای غرب، یعنی مثلا در سالی نوی نگاه میکنی، مرد مسلمان شب تا روز خواب نداره، سالی نوی میکنه، لیکن در عیدی که الله متعال پیامبرش برای او همچون فضیلت قرار داده است، چکو میکنه؟ او را برپا نمیداره. از الله متعال خواهان است که پروردگار مهربان همه ما و شما را به فردا، یعنی بر این روز عرفه را روزه داشتن و از اون پاداشی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک با ما و شما وعده کرده است، الله متعال همه ما و شما را نصیب روزی بگردونه و همه برادر هر خواهری که این نوار الان گوش میکنه میتونه که به یار و دوستان خود تقسیم کنه، تا که اونها هم از هدیه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا که محروم نمونند، در ثواب همدیگر شریک، تا که اونها هم خبردار شوند، اونها هم روزه بگیرن فردا را، به خاطر که به حد پاداش بزرگ به دست میاری. الله متعال همه ما و شما را به فردا روزه داشتن، محبت به همدیگر بستن، در حق همدیگر دعای نیک کردن، همدیگر از برای الله دوست داشتن نصیب روزی بگرداند و تا دم الله متعال من شما را در جاده اسلام و پیروی توحید اسلام، دوری از کفر شرک، از کارهای حرام همیشه نگه بدارد. اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم، لا إله إلا أنت حي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين.